سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز قراره که بریم که سوشی بخوریم. بعد این سوشی میگو گوشت و اینا، سوشی واقعی که همون ماهی سالمون خامه با برنج که قراره منم امتحانش کنم. البته اگه بتونم، اگه از گلوم پایین بره قراره که امتحانش کنم و توصیفش کنم براتون. قبلی گفتیم که چه شکلی از چیزی میخوری و بگم که امتحان کردن غذای جدید رو دوست دارم، ولی بعید میتونم این یکی رو بتونم بخورم. ولی خب بریم ببینیم سوشی چه مزه‌ایه. سلام بچه‌ها، من اومدم. اینم منوشون بود که این دومی رو سفارش دادم که سالمون آووکادو که جلبک برنج گوشت ماهی خیار و کاهو آووکادو هویج و سس مخصوصه. فقط نمیدونم ماهیش پخته است یا خامه. انشالله که پخته است، ولی فکر کنم خامه. بعد منتظر بیاد. غذای دریایی هم داره، بیاد ببینیم چجوریه. اوکی، اینم سسشه. من نمیتونم بچه با این کار کنم. Stop it. بوی برنج و جلبک میده. What the fuck? یا اول فصل. بچه من اصلا ماهی خامش رو نفهمیدم، ولی طعم خوبی اصلا نمیده. من گوه خوردم، بازم گوه خوردم ناموسن گوه خوردم. حیف غذای ایرانی نیست واقعا. هم بوی بدی میده، هم طعم بدی میده، هم برنج شفته است. دیگه نمیتونم بخورم. ماهیشو کشیدم بیرون، ماهی خامه شده. دسته بذار اینو بخورم ببینم چه طعمی. طعم ماهی خامه. You serious? خوشمزه است، زیاد با ماهی پخته فرقی نداره، ولی درکا خیلی بدمزه است. میخوام بیارم بالا. حیف چلو کباب خودمون نیست. بچه اصلا امتحان نکنید، همون غذای ایرانی خودتون رو بخورید. ماهی خام با برنج شفته با یه دونه خیار روش اصلا خوشمزه نیست. میخوام بیارم بالا. اینم الان کلش موند. اینم موند بچه‌ها. یعنی اگه یه ذره سوشی دوست داشتم 2%، اونم از بین رفت. میخوام بیارم بالا. نه آره، مرسی که نگاه کردی. دیگه حرفی ندارم.